سلام بچه‌ها، چطورید؟ خیلی خوش اومدید ویدیو بچه‌ها. امروز اومدیم با یه ویدیو خفن. آقا این امیر شاخ شده میگه آقا این ایکس ماش بهتر، من میگم آقا این ایکس ماش بهتر. آقا وایسید. آقا اومدیم بریم ویدیو تک به تک، یه تک به تک قرار بریم. بعد یه ویدیو مقایسه اکام بود، بعد امیر داخل چنلش میذاره اونو. بعد داخل هم ویدیو تصمیم گرفتیم که ببینیم این ایکس ماش بهتره یا این، یعنی این کوه یا این مکسیشو داره. من این کو رو خلاصه عشق دیگه. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. برو بریم سراغ سلام علیک امیر. سلام زنده خوشم میبینم تو بچه‌ها داریم یه خفن داریم برای اون آقا با شبیه اومدیم یه پاسپورت سرش بریم سر کلکلی که بینمون شده. ایشون میگه سرش این کاری بهتره، من میگم دلت مکس. اومدیم بریم یه مقایسه داشته باشیم بین این دو اسکرین، همین که ببینیم آقا تو این کارتون کی میزنه. خلاصه که قبل ویدیو لایک کامنت سابسکرایب کنید، نره اون زنگ پلی بتن میزنی که حد خرید نوتیفیکیشن رو بیاد بریم سراغ ویدیو. بچه چنل امیرم این وسط میاد، حتما برید ویدیویی که داخل چنلش هم گوشتیم ببینید و اگر هم دوست داشتید سابش کنید دیگه. آقا بنازم برو بریم حلال. ببین کاستوم هم زده، فقط ایسمش گوشته. برو بریم آقا. پس مثلا چیزی یعنی پس مثلا شو بزنیم. آره دیگه باشم میر بیا اینجا شل کن. بچه‌ها شما هم داخل کامنت بنویسید به نظر شما ایکس مشت اول گردونه بهتر یا ایکس مشت لولی. من جفتشو تست کردم خب، بعد من با این گردونه خیلی بهتر میشم ولی بیشتر رفاقا میگن لولی. حالا باید آخرین کاستوم مشخص میشه. یه تکه بزنم حساب کرد داداش اینجا اوه دوریه خود کرد تو حساب نشد. من اصلا نمیخواستم لاش. بعد بچه‌ها گفتیم هر تعداد تیری هم که بخوایم میزنیم، ولی خب دیگه تو ویدیو شرفمون میره، برای همون زیاد تیر نمیزنیم. دوستان من مثلا گرمم نیستم. بهونه بش بیا بیرون. بس خورد باش. بنازم آقا بنازم. پس نتیجه میگیریم بهتره دیگه آقا دیگه. بعد بچه‌ها راستی حتما این ویدیو رو لایک کنید و اینکه چند روز هم نبودیم، 2 روز اگه اشتباه نکنم، نه 3 روز، نمیدونم 2 روز نبودیم و اینکه دوباره برگشتیم پر قدرت. آقا یه کاری داشتم این 2 روز، ولی خب دیگه الان رواله. یه روز در ویدیو داریم دیگه، همیشه که نه تا چنل مونتایز شه دیگه. چنل مونتایز شه دیلی مونتایز که نه 1000 تا بشیم دیگه دیلی رو شروع میکنیم و 1000 تا بشیم احتمالا یه ویدیو قرعه کشی اکانت هست. پس حتما این ویدیو رو لایک کنید که آره دیگه سورپرایز داره. آره حالا دیگه زیاد چیز تابلو نمیکنم میخوایم چیکار کنیم، ولی خب دیگه وسط سوسکی لو دادم روش. بد شد که آقا اسمم داشتم حرف میزدم. اینجا دوش من اصلا خط نگرفتم. ببین دوستان شما خطکش میبینید دوش. اومدم فن کرکت. آقا امیر قاتل ایمپاسیبل چیه؟ بد شد که واسه کاستوم تک به تک ویدیو یوتیوب نوتیفیکیشن یوتیوب چی میگه؟ بچه باید من زیاد صحبت نمیکنم، هم تمرکز کنم. چی خورد بچه ها؟ میگم این دوره تو یه دمه، نه دوره تو یه دقت خیلی بهتر از اون یکی قدرتاش، ولی خب میگه لول 6ش کنیم چیه اون بهتر، مکسش باشه فکر کنم اون بهتر باشه، ولی خب حالا اون 2 دمیج و یه ریته. آره اریلو رسیدم فکر کنم کم میکنه. اینم نه این فکر کنم مگزین کم میکرده اگه اشتباه نکنم. اصلا مگزین مهم نیست. ایکس ماش 42 تا تیر داره، تا صبح میتونی بزنی تیر. ببینیم یه اسکوپ بزنیم دیگه. لاشکس اومدی؟ بد شد. اوه من میخواستم یه دونه اسکوپی هم بریم، البته حالا رانده آینده شاید نمیدونم. بذار بابا چرا ایمم قفل کرد رو وست. بابا نه قشنگ زده بنازم. بابا وستشو ترکوندم بچه. من چرا
اینجوری کردم اینو آقا مهم نیست. داداش بیا اینجا. بعد بچه ظاهری بگید ظاهری این بهتره یا چه بد خورد. ظاهری آقا من میگم اون قدرتی این. مثلا اگه ظاهر اون باشه قدرت این اونزی اوف چی میشه. قابلیتش هم که هست تو دیگه به هر حال بیری قابلیت تو کاستوم هم 7 رانده زده. گفتم 6 رانده بزن که ویدیو طولانی نشه چون بازی من امیر تقریبا یکم مثل همه. کاستومای من امیر اکثرا یا 7 میشه یا مثلا 7 6 نه حالا زیاد نمی کاستوم نه زیاد نمیریم کاستوم منظورم بش بین باشی وای آقا دیگه قبول کنید دیگه. آقا یه تکت زدم چون وست 4 آقا شرمنده دیگه. یه وست معذرت. یه اولش یه سرنوتا خورد ولی شانس ترمال چاری کنم وست 4 هم که داد. بعد بچه دیدید داخل همین کاستوما خود به خود چیز میده بهتون مثلا گیرنید و یخ شکن و خیلی بدم میاد. مثلا میخوام بونفایر بکارم یوهی دستم میره گیرنید میندازم. خیلی اصلا این آپشنش بده. نمیدونم اگه میشه آفش کرد داخل کامنت بنویسید که من چه صدام رگه شده زنه شد. کمپری چی میگه آقا حد شد که بیا اینجا بینم شد گیرامت نمیخوره. یا اول مثل این که افته دست قبل نمید خالی کنه میشه آرامش خودت حفظ کنم. خب نیا کنی الان اومدم موفر بکنم دودزا آمد تصمیم ای زنش آدمش زونگیر چه آقا زونگیر شد داره. نمیدونم شاید پینگ من بد بود نه ولی زونگیر شد چون دمیجش کردم آقا ولی یه تکت زدم. فکر کنم اگه اشتباه نکنم اون ایکس مشته 120 خورده ای میزنه این 109 تایی نه اون 115 تایی میزنه این 109 تایی. دمیج ببینید بچه زیاد تو گان مهم نی مثلا انقدر مهمه ها نه آقا ببینید اول ریت مهمه بعد دقت. خودتون میدونید حالا منم بگم که از نظر من چیا بهتره. اول ریت بعد دقت بعد دمیج بعدم سرعت راه رفتن بعدم ریلود اسپید واسه شاتگان بعدم مگزین زیاد مهم نیست. مگزین اصلا مهم نیست. بنات ایتولش هفت یک بد شد که بنازم بچه مثل این که ایکس مشکل داره با اختلاف زیاد داره میبره. بعد بچه ویدیو مقایسه اکانت هم گوشیم دیگه. البته الان فکر کنم آپلودش کرده دیگه. آره دیگه فکر کنم الان که این ویدیو را داریم رکورد میکنیم نه قرار آپلود کنه دیگه. خلاصه بش اینجا خب مثلا قرفنوزایی هستم اینجا یه شیمم رو کلت به چه نخورد آقا این باید الان هد میخورد وای چه کله صافی دادم آقا بنازم. اینجا داشتی کجایی؟ نری بالا خونم بابا آقا بد شد که آقا داریم کامبک میخوریم. نه آقا نه جیکس مکس نگو چه عظمتی داره زارت. بعد بچه فکر کنم این وستش مثلا اگه 15 تا بخوره اون یکی مثلا 20 تا میخوره. نه حالا کسایی که ایکسامش لولی دارید آقا بگید دیگه چند تایی وست میزنه داخل کامنت ها ببینم. اصلا من قدام کامنت کشی نیستم نش بیا اینجا. یا راند آخره یا راند کامبک خوردن من بدبخت. جان 31 دمیج what the fuck یهوش مطمئن این علاکی نبود دیگه.
اینجا بچه این امیره رو نزدیکم دیدمش، خیلی پسر گلیه بنازم. آره دیگه مشهد اومد تهران رو دیدمش، بعدا در موردش بیشتر صحبت میکنیم. خلاصه آقا اینم بود از ویدیو امروز. بنازم دیگه XM8 گردونه برنده شد دیگه، گفتم دیگه داداشی. آره دیگه خلاصه عشق دیگه، دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو بودید. حتما داخل کامنت ها بنویسید که XM8 اول گردونه یا همون XM8 مکس. آقا خلاصه عشق دیگه، لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. آف شد بد شد که آقا لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه و تا ویدیو بعد خدا نگهدار.